محمد صلاح is coming. چه خبر؟ نوکرم. بشم قربون دارم. ان شاء الله مسابقه خوب داشته باشیم امروز. اولین بار با تیم شما داریم بازی می‌کنیم. آره دقیقاً. خیلی ذوق دارم. فقط داداش یه سوال. جان. یعنی قضیه زلیخا یوزرسیف راسته؟ زلیخا یوزرسیف ورد خونه ماست. ملکیت بازی در بیاره بعد همه فهمیدن پوتیوار واسه این گابروش نره. حالا مس به یوزرسیف حبس داد کسی شک نکنه که واقعا یوزرسیف مقصره. راسته قضیه؟ چه می‌دونم آقا این چه سوالیه. بچه مس نیست مگه؟ هستم چه ربطی داره؟ این قضیه جوان شدنش چیه؟ این راسته؟ بعد چند سال دوباره پیر بود جوان شد. مثلا نمیدونم در جریان نیستم. ول کن می‌خوام بازی کنیم. قضیه کارنان محمد آمون چی اونم نمیدونی؟ آقا من هیچی نمیدونم. اصلا نمیدونم چی داری میگی. چی داری میگی قبل بازی سوال چیو میکنه از من؟ بچه مس نیستی مگه؟ هستم چه ربطی داره؟ بابا اصلا خورد میکنه ها. چی گفتم؟ چه سوالی میپرسی نها کن. آقا تو منو خوریم داداش جان میگم یه چیز دیگه. جان اگه کاریماما مولکت بازی در نمیورد هیچ کس نمیفهمید کاری کی قبول داری؟ کاریماما از برگی گفت که مقصر نمیدونم یوزرسیف در حالی که مقصر کی بود زلیخا گفت آقا بین دور خونه. آقا من هیچی نمیدونم دست از سر من بردار وا. غش میاد. بی خیال من داره بازی میکنم. وسط بازی چه سوالی میپرسی اصلا تو؟ یه سوال داشتم ازت کردم دیگه چی؟ آقا من هیچی نمیدونم اصلا من هیچی نمیدونم. آقا اینجا غش نرو. من تعویض کنم آقا من تعویض نمیخواد کنم. دیگه سوال نمیکنم. من اصلا بازی نمیکنم آقا. بیا. برم نمیکنم کار ندارم.